با شکوه و با شکرگزاری از فضای صلح و وحدت جشن گرفتن خجست‌ترین جشن نیاگان نوروز عالم‌افروز در شهر بولتانی پنجکین به حکم عنعنه درآمده است. مردم امسال هم با جانبداری از سیاست فرهنگ دوستانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان با هم آمدند تا که با شکوه و فرح نوروز را استقبال گیرند، شکرگزار از فضای صلح و وحدت باشند و افتخار از آن نمایند که آریاتبارند و تاجیکستان وطن نوروز است. با مناسبت جشن نوروز نخست در تالار مقامات اجرایی حاکم دولت شهر به گروه پیشقدمان ساحه‌های مختلف خواجه خلق از طرف معاون رئیس ولایت سوخت زینور عظیمی تحفه‌ها تقدیم گردیدند. با نام مردم شریف پنجکین با فرارسی نوروز خجست‌فای که با ابتکار بی‌واسطه اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان مقام بین المللی را گرفته است. از صمیم قلب تبریک میکنم. از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، شخصا از نام رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده، هر یکی شما پدر و مادران عزیز را با فرارسی فصل نوروز بهار خجست‌فای تبریک و مبارکباد میکنم و شمایان عزیز پیش از همه صحت سلامتی عمر دراز تمنا دارم. بازگاه اساسی نوروز نزد بینای کاخ فرهنگ و باغ فرهنگ و استراحت به نام استاد ابو عبدالله رودکی از خیمه‌های نوروزی، از نمایشگاه هنرهای مردمی، مسابقه‌های ورزشی، بزم ترانه و شرکت فعالانه مردم کسب و کار گوناگون بار دیگر دلیل از احترام اعتقاد پنجکینتیان به نوروز بود. امروز ساکنان جماعت دهات سرازم برای جشن گرفتن عید نوروز با مرکز شهر عزیزمان آمدم. من از نام ساکنان جماعت دهات سرازم همه مردم تاجیکستان را از نام خودم با عید نوروز صمیمانه تبریک نموده بر هر یک تاجیکستانیان صحت سلامتی سربلندی آرزو می نمایم. نوروزتان پیروز باد، هر روزتان نوروز باد. سلام ای سوپینا سوپیدلی افرز، سلام فصل گل ایام نوروز، سلام ای نوبهاری کشوری من، سلام شادی بهری عالم افرز، سلام و درودی ما را بپذیرد مهمان عزیز. امروز ما عید نوروزی عالم افرز جشن گرفته ساده با این اتفاقنده همه شماران را تبریک و شمایان سلامتی تنگی روزگار آزادش بدیا را تماما و عید نوروز آرزوهای نو آرزومند. بعدا در تالار کاخ فرهنگ جامعه تنتنوی دور گردید که در آن معاون رئیس ولایت سوخت زینور عظیمی و رئیس شهر پنجکین خالقزاده عبدالخالق حاضرین را نخست با جشن نوروز شادباش گفتند. در یک وقت از نقش ناتکرار اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان در جهانی‌شوی نوروز اندیشه بیان داشتند. از حاضرین دعوت به عمل آوردند که احترام و جشنواره‌های اجدادی از جمله نوروز داشته باشند. با قدر صلح و وحدت اقدام‌های نیک و سازنده رهبر معظم کشور محترم امام رحمان برسند و کوشش به خرج دهند که جشنواره خجسته دولت ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سزاوار استقبال گرفته شود. عادتاً با مردم تاجیکستان عنعنه شده است که در عرفه نوروز بعد جشن گرفتن نوروز دست به دعا می‌بردارند و از خداوند متعال خواهش می‌کنند که این وطن همیشه آباد و روزگار مردمانش شاد باشد. معتبران این برنامه یزدان مولانا، دلشاد حلیمова، نیک محمد میرجانov، پیام جرایف و اسماعیل جان خالد نیز دست به دعا می‌برداریم و از نام شاعر چنین می‌گوییم: ای خداوند زمین و آسمان، تا به نوروز دیگر ما را رسان. نوروزتون مبارک باشد هموطنان عزیز.